زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبه من آسمونه عشق چه آبی رنگه، سر بزاران و به روی شونم. هذا في يوم الشنبة مذاكرات الغير المستقيم في طرف أمريكية، أنا في طرف إيرانية. مستر أهلا 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 حبيبي حلال هذا حلال. ممنون. أهلا أهلا أهلا. سلامتی سه جا: آمریکا، انگلیس، اسرائیل. لیبی، ویتنام، هیروشیما. بسم الله القاسم الجبارین. بهش بگو که تمام تسلیحات نظامی و هسته‌ایش موشک همه رو باید جمع کنه. هذا هستی موشکی خلاص. خلاص همه؟ خلاص. بهش بگو بیا. لایک لا أنا إيرانيان بلخ. بات بلخ. بهش بگو که تمام نیروهای نیابتیشو باید از منطقه جمع کنه همه رو. هذا في طرف أمريكية نیروهای نیابتی خلاص. نیابتی یکی داریم اونم اسرائیل. اسرائیل تایید؟ دبل تایید؟ لا دبل بلخ. بات بلخ؟ بهش بگو بیدو مرز مستقره، کل ایران رو شخ میزنیم. هذا جنگ بیدو لب مرز بمباران في ایران. تو گوه میخوری؟ انا؟ نه او بگو پخیمه. پخ نمنده. خب به حمدالله مذاکرات همونطوری که پیش بینی میشد از موضع قدرت، البته متاسفانه از سمت آمریکایی‌ها پیش رفت و ما مذاکره مستقیم بود؟ نه به اون شکل مستقیم هم نبود. سعی کردیم که با یه روشلواری ساده فعلا رفع و رجوع بکنیم. خودتون میدونید آمریکایی‌ها یه مقداری اروتیک هستن و دوست دارن که سلام نداده برن سر یخچال، که ما حالا صحبت کردیم گفتیم که به هر حال عرف اسلامی هستش و اجازه بدید دو طرف همدیگه رو بیشتر هم ببینن و حالا چند تا عکس نود برای همدیگه بفرستن. اگر از همدیگه خوششون اومد در موضع برابر انشالله وارد تخت خواب بشن. آقای آرخچی، بنده از آفتاب نیوز هستم. خواستم ببینم شرایط مذاکره قاتلین قاسم با جمهوری اسلامی چی هست؟ بله، مفاد قطعنامه هم که تمام دنیا میدونن، اینا چند تا بیتو رو وارد منطقه کردن که به هر حال جمهوری اسلامی پشماش ریخته. گزینه دومی هم که ما دادن این چغر بدنه که خب به هر حال ما درخواست وازلین کردیم از آمریکایی‌ها. حالا طرف آمریکایی همچنان اصرار داره که این رو خشک به ما اعمال کنه. توکل به خدا. تکلیف وعده صادق 3 چی میشه؟ خب وعده صادق 3 هم به قوت خودش باقی هستش، فقط تغییر نام داده به داگی استایل 3 که پوزیشن مورد علاقه عالی جناب ترامپ هستش. اگر سوال دیگه هم دارید جوابش رو از خود جناب ترامپ خواهید شنید. در نهایت میتونم بگم انا لله و انا علیه قنبلون. و سلام. میگه سلام شما کاره بگو من کار دارم. بس ببخشین مسئله پذیرایی نبود. نگو میگه چی کاره؟ بهش بگو یه میخوای بزنی؟ بزن. اینجا هم نه چه حیثی میزنم میزنم و 16 میزنم و برده چیز میزنم بگو گوه خوری برام من نکن آبا. یه گوه خوریشو نکن. بشنو. نه زون نه برش بگو دورت بگو صدام دورت جون میگه میزنم. بهش بگو تو اگه بزن بودی برای خودت میزدی، ولی حالا اگه میخواد میتونم یه تفاوقی بکنم تو. ببین بهش بگو ما حالا کاری به حسه اینام نده، ولی اگه میتوند آبی ما رو بیاره فبهر مراد، اگه هم نه مراد. بهش بگو میگه میزنم گو خورش به تو نایمده میگه زور نده والا. بهش بگو بجه به قرآن، بهش بگو بجه به زوری نده، بگو به زوری نده. این میزنه بگو بابا درد میاد. میگم که کجاش دردت میاد حال میاد. خب بهش بگو مخیر چی عرض شلاب بینزی ببینم حروم زاده این قضیه خودکار چیه؟ این غریب آبادی از اون چیز میز مذاکره کش رفته طلا هم بوده جاکش
اون حکومت عمان احترام قائل شده به مردم ایران، به کشور ایران. یه خودکار طلا گذاشته اونجا، آدم ثابت کرده توی گوساله رو گذاشته اونجا، ازش استفاده کنی بذاری سر جاش، نه اینکه بکنی تو جیبت خداحافظ. آخه چرا با آبروی ما بازی میکنید؟ سری پیش هم رفتین تو یه هتل تو آمریکا، قاشق چنگالای نقره‌شون رو دزدیدید. آخه جا کشو، شما چرا انقدر دل دزدید؟ چرا با آبروی ما بازی میکنید؟ بابا اونا نمیگن این ارزشی اومدن اینجا دل دزدی کردن، میگن دیپلمات ایرانی، اسم ایرانو نرین توش، جا کش ریدم تو اون پرچم خرچنگ نشانتون. حرومزاده چقدر دیگه شما دیگه مادر به خطایید، خدا وکیلی اینقدر دل دوست. حالا بریم شنبه هم باز یه معامله دیگه، یه مذاکره دیگه، بریم ببینیم اونجا چی میخواین. میز مذاکره رو میکنن تو جیبشون، با خودشون میارن. اینقدر اینا جا کشن، خدا وکیلی. اینا نباید مذاکره میکردن. اولش که پزشکیان اومد این $1 چقدر بود؟ $1. الان چقدره؟ $1. ثبات قیمت. ترامپ قماربازه. خواستم برم کاخ سفید یه دست باش حکم بزنم، حاکم کتش که کردم همه تحریما رو برداره. چرا نرفتی؟ نبود. چی گفتی؟ میگم خواستم برم، بلیت نبود. اصلا امسال چرا تراکتور داره قهرمان میشه؟ تراکتور رو بردار، چی میشه؟ راکتور. پیام داره توش. بی تو شبونه اومد تو ایران برای جاسوسی، به آسمون لرستان که رسید با آجر زدنش. رادارگریزه، سنگگریز که نیست که. تخت روانچی رو ببری پیش حمید لولایی دیگه قیش نمیکنه. مذاکرات غیر مستقیمه، بین این دوتا اتاق 2 تا در هستش. یعنی چی؟ یعنی 2 در بازی ممنوع. چرا بی تو رو آورد، بیوان رو نیاورد؟ بی تو هرگز، با تو عمری. دهنت چفت و بس داره؟ آره چطور؟ بگی بخونش، متن توافقه. هنوز چیزی ننوشتن که. آقا رو باش. عظیمیه کرج رو قراره وصل کنم به نیویورک، اسمش هم میخواد بشه عظیم یورک. میدون اسبی هم میشه میدون هورسی. ببین کیو فرستادن مذاکره؟ عراق چی؟ یعنی ایران اوکی، عراق چی؟ اونجا چجوری زدوبند کنیم؟ مرتضی داداش مرتضی. دمپایی داداش محسن پای توه. دمپایی داداش محسن پای توه. اینجاست. تو نمیدونی داداش محسن بعدش میاد کسی دمپاییشو بپوشه؟ تو نمیدونی داداش محسن بعدش میاد کسی دمپاییشو بپوشه؟ فلان میامونی. زود باش. بیا. بزنیم